حمله به جان آریانا سعید، هنرمند مشهور افغان در کشور آذربایجان. آریانا سعید در دبی مصروف چه کاروباری بوده است؟ اکنون وضعیت صحی آریانا سعید چگونه گزارش داده شده است؟ آریانا سعید درآمدش چه مقدار پول بوده است و دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما رو خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. آریانا سعید ملکه دلها، هنرمند مشهور، محبوب و پرطرفدار افغان که در میان مردم افغانستان علاقمندان و دوستداران خاص خودش را دارد. آریانا سعید هنر موسیقیش را از سال 2006 بدین طرف آغاز کرد و توانست در مدت خیلی کوتاهی در دلهای مردم افغان جایگاه هنری خاص پیدا کند. آریانا سعید هنرمند محبوب اولین کارهای هنر موسیقیش را از کنسرت در تلویزیون جهانی طلوع آغاز کرد و توانست در این کنسرتش خوب بدرخشد. تصاویر آریانا سعید تازه در صفحات مجازی دست به دست می شود که این هنرمند در کشور آذربایجان مورد حمله سوء قصد قرار گرفته است، ولی تاکنون جزئیات بیشتر این ماجرا در دست نیست. اسیب سعید و آریانا سعید واکنشی از خود نشان ندادند، اما آریانا سعید در کشور دبی مصروف کاروبار تجاریش بوده است. وی در دبی برندی از لباسهایش را افتتاح کرد. وی همچنان در کشور امریکا برای دفاع از حقوق زنان افغان نهاد ساخته است. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت الله ازال تمنا دارم. عزیزان و همراهان ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر دوست کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.